از بلاگایی که براتون میذارم خیلی خوش اومدین. همونطور که تو یکی ویدیو گفتم من یه خورده حالم خوب نبوده، این چند وقت اوضاع اونجوری نبوده که من میخواستم. برای همین دارم سعی میکنم هر روز باعثش حالمو خوب بکنم. بعد اینا رو میخوام با شما شیر کنم. اگر شما هم رو مود خوبی نیستین با هم دیگه حال خودمون رو خوب کنیم. خب امروز من تصمیم گرفتم که خونه بمونم، جایی نرم. بعد پاشم اول صبح ورزش رو نرمش کردم، یوگا انجام دادم. بعدش کمی با خودم خلوت کردم، از خدا تشکر کردم، باهاش صحبت کردم و بعدش هم یه لباس خوشگل پوشیدم چون داریم به روز تولدم نزدیک میشیم. یه خورده واسه خودم اینطوری کردم و بریم که یه غذای خوشمزه واسه خودمون درست کنیم، یه صبحونه خوشمزه درست کنیم، خونه رو برق بندازیم و این شکلی امروز حال خودمون رو خوب کنیم. خب بچه‌ها، اولین کاری که من میکنم تو روزایی که میخوام حس و حالم رو خوب کنم، ماشو میزنم به برق، لباس کثیفا رو میشورم، بعد پهنشو میکنم. اینجوری خیالم انگار راحت‌تره که یه کاری رو کردم. ببین خیلی سخته ها، از جا بلند شدن واسه من خیلی کار سختیه، ولی به خودم میگم پاشو دختر، پاشو. هیچ که قرار نیست بیاد حالتو خوب کنه. حتی اگه بهترین آدمان تو زندگیتون داشته باشین، پارتنر خوب، نمیدونم مادر پدر خوب، رفیق خوب، بازم مسئولیت 100% زندگی شما با خودتونه. پس به نظر من پاشیم خودمون حال خودمون رو خوب کنیم. و سخت‌ترین کار دنیا شاید به نظر من پا شدن از رخت خواب برای کسیه که داره با افسردگی و 1000 تا چیز و مشکل تو ذهن خودش دست و پنجه نرم میکنه. اما میدونم که قویم، میدونم که میتونیم، میدونم که همه چی میگذره، گذراست. یه روز شادیه، یه روز ناراحتیه و همه این پستی بلندی هاست که نشون میده ما زنده ایم، ما داریم زندگی میکنیم و اینجوری به خودتون یه شانس بدید. پس بریم که لباس کثیفا رو بشوریم.
حالا تا قبل از اینکه غذامون آماده شه بیایم یه دونه از این دوالینگا درست کنیم با این شیشه آب معدنی. من دیدم دارم، گفتم که نندازمش بره. بیام اینو درست کنیم. یه دونه اینا رو خیلی تمیز کردم. 2 تا قاشق از این آتیشه، 2 تا قاشق شکر، من شیرین تر دوست دارم بیشتر میریزم و یک کوچولو آب. خب بچه ها پوره سوزنی من آماده شد. میتونید بهش کره اضافه کنید، میتونید با هر نوع پنیری اضافه کنید، هر چیزی که مثلا دوست دارید میتونید بهش اضافه کنید. محشر کبراسا، یعنی اصلا دست کمش نگیرید شما. خب الان یه بشقاب کره مثلا حتما بزنید، چون من مثلا میخوام یکم رژیمی باشه کره استفاده نکردم، ولی بعد من خواستم به این آرد اضافه کنم و بعد مثل سیبزمینی سرخ کرده سرخش کنم. بعد دیدم بابا خیلی کالری داره. حالا که مثلا بعد عید و خیلی طولانی شدیم یکم رعایت کنیم، مثلا یه آخر هفته یه چیزی به خودمون بدیم، مثلا یه وعده این شکلی به خودمون بدیم. میتونید روش رو با جعفری، با نعنا، هر چی که دوست دارید تزیین کنید و نوش جون کنید. خیلی خوشمزه، واسه غذای حاضری عالیه. Oh my god. خب بچه‌ها بعد من هیچی تو خونه برای سالاد واقعا نداشتم، با همین چیزای مثلا یه کوچولو کاهو مونده بود برام این شکلی خوردش میکنه. مثلا همون چیزایی که دارین، همون سبزیجاتی که خونه دارین کنار غذاتون میتونید مثلا یه وعده بخورید. مثلا خیارای من همه تراشیده شده، با اینها نکنید. حالا ازش استفاده میکنم. تو آب یخ میگه اگه بندازید خوب میشه. میخواید بندازیم ببینید واقعیه یا کیکه. خب من خیار یخ و اینا با چند تا خیار دارم، همشون این شکلیه. اینا رو میذاریم تو این، ببینیم چی میشه. اینا بردارم شاید قشنگ روش رو یخ میریزم. اینو من توی اینستا دیده بودم که مثلا بچه‌ها داره خوب میشه، واقعا باورش سخته ولی واقعی بوده انگار. خب یکم از این مواد کاهو من داشتم، کلم و فلفل دلمه و اینا تو یخچالم نگه داشته بودم. یکم از این میریزم. لیمو دارم، چاقوش به این شکلی دستتون نگیرید. لیمو رو همینطوری برش میکنم، چون من لیمو رو به عنوان کنار غذا خیلی دوست دارم. تایم بدیم ببینیم درست میشه.
براتونش. فکر میکنم بهتر شه. اینم که یه سالاد کوچولو با پوره‌ای که هنوز تزیین و اینا نشد. من کمی آب لیمو ترش رو روی سالادم میریزم. خیارم هم دیگه برمیدارم. به نظرم اوکی شده. واقعا سخته باورش، ولی بچه ها کامل این سالاد و اینم غذای خیلی 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 ساده من. بچه هاتون مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم.